شبا اونجا رو پله میخوابه. گاهی موقع چطور میشه میره برای خوش تو زیرخونه. چیز جالبی که من میبینم تو این فیلم هایی هم که پخش شده، با شما روی قایق میشینه. آره با ما رو قایق میشینه. یعنی آره پرواز میکنه میره، پرواز میکنه. آره میاد. آره میاد. صداش میکنم میاد. الانم برم تو قایق بشینم با من میاد میشینه. عمو جلال بریم داخل قایق. آره بریم تو قایق. انزلی چیه لاتیه. به به جان ماشاءالله. رستوران داشتم بالای لاستیک می نشست، مشتری ها میخوان عکس بگیرم، بالشو اینطوری قشنگ باز میکنه. بهش میگم داگلاس بال تو باز کن. باز میگه میدونست دارم ازم عکس میگیرن. آره خیلی باهوشه، حیوان باهوشی است به هر حال. بیا بابایی پسری بیا. برو علی آقا رفیق با معرفت و خوشقلبه. با پویای عزیز اومدیم که اینو ضبط کنیم و به شما نشون. علی آقا قلب منی، ارادت به بچهای مخاطب انزلی پست. قربونت برم. چی جانو بمیرم. خیلی هم گیلانی هستن، همشون خوشقلب با معرفت. پسری توسی اومده، بودو. توسی اون گربه‌ایه که اینجا هستش. توسی رفیقشه. توسی بیا بپر به ماشاءالله. با توسی دوسته؟ با دوستی آره. میگم توسی. توسی اسمه؟ آره توسی. انقدر که خوشقلبه، از خروس و گربه و داگلاس و اردک و مرغابی همه یعنی اینجا عادت کردن بهش، یعنی به خوشقلبی عمو جلال. چقدر جالب. ببین گربه اومده، اونم میاد الان میره کنارش، با هم دوستن. یا بایی بریم چقدر با عشق کنارت بود. بله. دو تا موجود دوست داشتنی کنار خودت داری. یه دونه گربه بود که اسمش چی بود؟ توسیه. یه دونه هم داگلاسه که خیلی معروف شده. حالا منم داره میزنه گشنشه فکر کنم، میخواد منو بخوره. خوشمزه نیست. معروف خدایی هیچ درآمد چیزی باش دارم نمیکنم بگم مثلا تا الان آقا پویا زنگ زدن و هر کی گفت بیاد گفتم بیاد، قدمش روی چشم اومد. تو این 8 سال مرتب هر روز غذاشو بهش میدیم. آره باید بدیم، ندیم که نمیشه اصلا. یخچال داره، فریزر براش گذاشتم 8 طبقه است. تو این طبقه رو پر کردم. قشال داره براش مایه‌اشو اونجا گذاشتم که از اونجا براش کم کم پرس به پرس غروب به غروب غذاشو بهش میدم. میذارم یخش آب بشه. دو تا رفیق با معرفت داری. رفیق اولت که 8 سال کنارته داگلاس، هم رفیق هم خدای عضو خانواده ماه. یعنی این من یه لحظه این بالا نبینم دنیا جاره میگردم، ببینم که پر گرفته رفته فکرم راحته. مثلا میگم آقا تو آسمونه، مثلا یا رفته طالب دور بزنه بیاد. عمو جلال هر چقدرم پرواز کنه بره بالا دوباره برمیگرده میاد پیش شما. پریروزا لج کرد با منو با خودت ببر شهر. من نبردم، در بستم، خدا شاهده. یهو دیدم یه سایه آفتاب بود قشنگ سر یه سایه چطور بال بزنن سمت استادیوم، دیدم بالا سر منه. یا خدا به سر شاهده. سمت استادیوم دیدم بالا سر منه. بچه هم داشتن ضایع شده بودم، داد زدم داگلاس برو بوده. دید محلش نکردم، گذاشتم رفتم، برگشت اومد. هر جا میری پس دنبالت میاد. آره دیگه میگم که با خودت ببر دیگه. آقا نمیزنه منو، داره با من بازی داره باهاتون عشق کنه. علی آقا هم داره حفاظت میکنه از عمو جلال. آره ظرف غذاش چیزی که خونه با عشق عمو جلال رو میبینید، پر از صفا، پر از صمیمیت. داگلاس جان داره حمله میکنه. میدونه اینجا غذا داره. نگاه این قفسه ها غذاشه، اینا همه غذاشه. نکن اینا همه غذاشه. پویا میخواست رو غذاش حساس. ماهی که براش فریز میکنم. باشه بابایی. عمو جلال چه ماهیایی میخوره؟ ماهی همه نوع ماهی میخوره. از سفید بگیر، ماهی سفید؟ آره دادم اتفاقا. الان که چله خشکی ماهی کمی عمو جلال ماهی شما ذخیره میکنید توی یخچال؟ ذخیره میکنم دیگه. تو پاییز نمیستون برای نکن. داره کاری نداره. عصبانی شده. پویا نزدیک غذاش رفتی اونجا. چون قربونت برم، چون این فصل میشه اینجا صید ما کمه. ما خودم برای سفید میرم سر مول شکن. به خاطر همون غذا اینو فریز میکنیم. تابستون زالوم میگیریم،
پرک میگیریم، کپور میگیریم، کپوروشین براش فریز میکنم برای این فصل که جا نمونه. این حیوان باید غذا بخوره. بله غذاش هم زیاده. حتی میگه بابا غذای ما، حتی خدا شاهد سر صبره گفت بابا غذا به ما غذا کم بدی بهتره تا این حیوان گشنه بمونه بره اینور اونور به خاطر غذا، چون حیوانه دیگه. بله بله دل قایقا